این سخن مجاهد را در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم ذکر کردن. این کتاب بسیار کتابی در باب خودش شاید بهترین کتاب باشد. اقتضاء الصراط المستقیم، اقتضای راه راست. این راه راست چرا طلب میکند؟ مخالفت اصحاب الجحیم. راه راست از ما طلب میکند، یعنی دین مقدس اسلام از ما طلب میکند که ما باید به اصحاب جحیم، آنهایی که بازگشتشان به آتش دوزخ است، مخالفت کنیم، موافقت نکنیم، علل خصوص در عبادت و در عیدهاشان و در آن لباس هایی که خاصی آنها هست. مثلا لباس صلیب، پوشیدن صلیب یعنی کرست که میگوییم، این لباس خاصی نصرانی ها هست. در کسی که این علامت را دیدید میدونید که نصرانی هست. یعنی این لباس پوشیدن منع است، لباس خاصی آن. اما مثلا بسیاری ها میگن که آخر کاستوم یا شیم یا بریوک که میگوین یعنی که این هم مال آنها هست. میگن نه، این حتی من در خطای زیاده از 1 میلیارد بت پرست ها هستند، اونا میپوشند. نصرانی ها میپوشند، یهود ها میپوشند، مسلمان ها میپوشند، کمونیست ها، بیدین ها میپوشیدند. یعنی این یه لباس عام شده است. این لباس خاصی یگان ملتی نیست، مبدل به لباس عام گشته است. این لباس خاص نیست، لباس خاصی به دینشان یا عیدی خاصی دینشان یا عبادتی خاصی دینشان باید در این چیزها مخالفت کرده شود. چون پیامبر صلی الله علیه وسلم این حدیث هم در سنن ابو داود است با سند صحیح از حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که به قوم خود را مانند کند او از جمله آنهاست. بنابراین شریعت اسلام ما را از تشبه به چند چیز منع کرده است.